با مجموعه خبری تهران با شما هستیم. سامانه اطلاعات مکانی یا GIS از جمله برنامه‌های نرم افزاری است که بر اساس اطلاعات محیطی و جغرافیایی هر مکان گردآوری می‌شود. این اطلاعات خام و یا پردازش شده حاصل از داده‌های مکانی، بستری توانمند برای دسترسی آسان و کاربرد بهینه در برنامه‌ریزی‌ها به ویژه آمایش سرزمین است. به عقیده رئیس شورای شهر تهران، مدیریت این کلان شهر با تکیه بر داده‌های این سامانه چابکتر و روانتر می شود. مهدی چمرا میگوید برنامه‌ریزی و طراحی شهری با نقشه‌های علمی دقیق‌تر و کم هزینه‌تر خواهد شد. چمران یادآور می شود مکانیابی اقتصادی و مناسب برای تأسیس مراکز خدمات شهری مانند فضای سبز، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، مذهبی و غیره با داده‌های سامانه اطلاعات مکانی بهتر صورت می گیرد. سامانه اطلاعات مکانی روشی رایانه‌ای برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی است که قابلیت جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم‌گیری در زمینه اجرای طرح‌های مختلف را دارد. به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و فراگیر کردن آن، امروز ششمین همایش ملی سامانه اطلاعات مکانی با حضور کارشناسان برگزار شد. سامانه اطلاعات مکانی فضایی هستند که این اطلاعات رو مبتنی بر مکان در اینا قرار میدن و یک پایگاه اطلاعات درست میشه که بهره بردارها که از مدیران هستن، از کارشناسان هستن، متخصصین هستن، در تمام حوزه ها میتونن از اینا استفاده میکنن. سامانه اطلاعات مکانی از نیاز سازمان ها، دستگاه های اجرایی و مردم ناشی می شود. استفاده از این سیستم در مدیریت یکپارچه و واحد شهری هست. سازمان های خدمات رسان به شهر میتونن فعالیت هاشون را هماهنگ بکنن. از صرف هزینه های بیهوده و اضافی در این زمینه این سیستم میتونه جلوگیری بکنه. بر اساس آمار بیش از 70% هزینه های GIS به جمع‌آوری اطلاعات برمیگردد که برای کاهش هزینه ها استفاده از زیرساخت داده های مکانی SDI با همکاری بخش های خصوصی و دولتی ضرور است. خیلی از این دیتا ها مشترکن و مورد استفاده خیلی از حوزه‌های دیگه هستن. لذا اینجا ضرورت ایجاد SDI که در واقع زیرساخت داده های اطلاعات مکانی است به وجود میاد که در واقع ما یه زیرساختی باید درست بکنیم که این اطلاعات همه با هم لینک بشن و برای همه قابل استفاده باشن. آغاز ششمین همایش و نمایشگاه سامانه اطلاعات مکانی GIS. در این همایش و نمایشگاه درباره راه‌های توسعه استفاده از داده‌های مکانی و تازه‌ترین دستاوردهای آن بحث و بررسی. می‌دونید GIS چیه؟ GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی تکنولوژییه که به مدیریت، آنالیز و پخش اطلاعات جغرافیایی میپردازه. در حقیقت GIS اطلاعات هر منطقه رو در خودش نگه میداره تا در صورت لزوم ما به اون مراجعه بکنیم و اون اطلاعات رو مورد بررسی قرار بدیم. فکر میکنم مطلب رو کامل و درست نتونستم خدمتتون عرض کنم. به همین دلیل از شما دعوت میکنم به گزارشی که همکارانم در 16 دی ماه از ششمین همایش و نمایشگاه ملی سامانه های اطلاعات مکانی تهیه کردن توجه بفرمایید. در این نمایشگاه که با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی در سطح کشور برگزار میشه، زیر اهداف‌هایی مثل اطلاع رسانی، بازاریابی و فروش محصولات و همینطور ایجاد فضای تعامل بین مصرف کنندگان، عرضه کنندگان و تولید کنندگان نقشه و اطلاعات مکانی در سطح کشور دنبال میشه. خدمتتون عرض بکنم که سیستم های اطلاعات مکانی یا GIS در واقع سیستمی هست برای مدیریت و ذخیره سازی و آنالیز اطلاعات مکانی. در واقع میتونیم بگیم مؤلفه مهم و اساسی سیستم های اطلاعات مکانی
داده‌های مکانی یا اطلاعات مکانی هستش و در واقع این اطلاعات مکانی توسط سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی تهیه میشه. هر دستگاهی، هر مجموعه‌ای، هر حوزه‌ای برای خودش یه همچین فضایی درست میکنه. حالا برای اینکه این داده ها رو به اشتراک بذارن، یک موضوع دیگری تعریف میشه به نام SDI که در واقع SDI زیر ساختار داده های مکانی است که در واقع تمام این بانک های اطلاعات مکانی رو به هم وصل میکنن و به این شبکه، به این مجموعه میگن SDI. ما در کشور سازمان‌های مختلفی داریم که داده‌های مکانی تولید می‌کنن، ولی کاربران از اطلاعات مکانی که توسط سازمان‌ها تولید میشن اطلاعی ندارن و در واقع نمیدونن چه سازمانی چه اطلاعاتی رو تولید کرده. نقش SDI اینجا مشخص میشه که در واقع باعث میشه که کاربران از طریق یک دروازه یا یک پورتال به SDI مراجعه بکنن که یکی از مؤلفه‌های اساسی SDI مرکز هماهنگی داده‌های مکانی است و در واقع مشخصات داده‌های مورد نظر خودشون رو معرفی بکنن و از این طریق داده‌های مورد نظر خودشون رو پیدا بکنن و به سازمان مورد نظر مراجعه بکنن و اطلاعات خودشون رو اخذ بکنن. رویکرد ما به گونه‌ای بوده که آخرین تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا در اینجا در این زمینه به نمایش در بیاد که از اون جمله میتونیم به سامانه های بدون سیم GIS یا وایرلس GIS و همینطور سامانه های تحت وب GIS یا وب GIS اشاره بکنیم. بدون شک این سامانه ها نقش بسیار مهم و حیاتی رو در برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه منابع و همینطور تحقق یکی از اصول مهم و راهبردی یعنی اصلاح الگوی مصرف در کشور ایفا بکنه. پیش‌بینی‌های خوبی در برنامه پنجم برای ایجاد این هماهنگی پیش‌بینی‌هایی شده و امید داریم که انشالله دستگاه‌های اجرایی کشور با هماهنگی و همکاری جدی بتونیم که این بحث ایجاد SDI که یک شبکه در سطح کشور هست بتونیم در واقع هماهنگی لازم رو بکنیم که این شبکه ایجاد بشه تا در نهایت مدیران و برنامه‌ریزان بتوانند از این پایگاه اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در کشور استفاده بهینه بکنند. خدا یار نگهدارت.